بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله المولانا العظيم. حضار محترم، معاون صاحبای ریاست الوزراء، اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان، علما، مشایخ، منصوبین و جزءتامهای وزارت دفاع ملی، همه حاضرین در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست جا دارد که به خاطر تدویر این محفل پرشکوهی که با مناسبت استرداد استقلال افغانستان از طرف هیئت رهبری وزارت دفاع ملی به ویژه از برادر محترم و مجاهد جناب مولانا محمد یعقوب مجاهد اظهار تشکری نمایم. برادران عزیز، حضار محترم، هر گاهی که افغانستان از طرف اشغالگران مورد تاخت و تاز قرار گرفته است، ملت غیور و دلیر افغانستان در برابر اشغالگران با مشت آهنین جواب دادند و اشغالگران را در حالت رسوایی از سرزمین خود بیرون راندند. بریتانیای کبیر 3 مرتبه 3 بار به سرزمین ما و شما به خاطر اشغال، به خاطر حاکمیت خود در اینجا آمدند. آخرین مرحله از 104 سال قبل صورت گرفته است. البته در این مرحله اشغال اخیر هم آنها رول داشتند، اما ملت افغانستان به قیادت علمای کرام، به قیادت فرزندان راستین این وطن، اشغالگران را در حالت رسوایی از این وطن بیرون راندند. در این نیم قرن اخیر هم ما و شما شاهدان بودیم که اتحاد جماهیر شوروی به خاطر رسیدن به آبهای گرم در این وطن اشغال نمود. این وطن ما و شما را اشغال کرد یک عده از عناصری که وطن فروش و به وطن به اسلام تعهد نداشتند، همراه آنها یک جا شدند. هزاران علمای عزیز ما را در دشتها، در پلگونها، در مناطق مختلف این وطن زنده و گور کردند. هزاران محصلین، جوانان عزیز این وطن را بیرحمانه به شهادت رسیدند. در نتیجه شهادت 1.5 میلیون فرزندان رشید این وطن و با معلولیت و معیوبیت میلیونها جوانان و با مهاجرت بیشتر از 6 میلیون نفوس افغانستان، ملت افغانستان توانست اشغالگران را از این وطن بیرون براند و استقلال خود را از اشغالگران کسب نماید.
مرحله بعدی هم برای شما واضح است که کسایی که اشغالگران را بیرون راندن، متاسفانه کسایی که در رأس قرار داشتند به خاطر تقاضای نفسی ملت افغانستان را در یک حالت دشوار دیگر مبتلا ساختند. در آن زمان خانه جنگی به حدی رسید که مردم یک سمت به دیگر سمت، مردم یک ولایت به دیگر ولایت سفر کرده نمیتونست. اگر کسی سفرم میکرد مجبور بود که چندین کارت باید در جیب خود داشته باشد. در همان وقت بود که امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله همراه عده از یاران صدیق خود به خاطر از بین بردن این فتنه و فساد به پا خیستند. الحمدلله در آن زمان 95% خاک افغانستان را از این فتنه خلاص نمودند و یک نظام اسلامی در این وطن حاکم شد. قدرت‌های دنیا باز هم به خاطر بعض بهانه‌ها این وطن عزیز ما و شما را اشغال کرد. باز هم فرزندان راستین این وطن در آن زمان به قیادت ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله و بعد از شهادت و وفاتشان به قیادت ملا اختر محمد منصور تقبله الله و بعد از او به قیادت زعیم امارت اسلامی افغانستان شیخ القرآن و الحدیث مولوی هبت الله اخونزاده صاحب، الحمدلله با دادن شهادت‌های بی‌دریغ برای شما معلوم است که شما همه فاتحین این وطن حاضرین در صحنه هستین. هزاران حافظای قرآن بمها را در سینه های خود بسته کرد، به نیروی دشمن، به نیروی اشغالگران حمله نمودند تا اینکه اشغالگران را از این وطن بیرون برانند. هزاران علما، هزاران همسنگران ما و شما به خاطر بیرون راندن اشغالگران و به خاطر حاکمیت نظام اسلامی شهید شدند و عده بزرگی از رهبران وزرای امارت اسلامی افغانستان در گوانتانامو سالها را بدون هیچ نوع جرم، بدون هیچ نوع محاکمه سپری کردند. آنها خود را میگویند که ما حامیان حقوق بشر هستیم. کجاست حقوق بشر؟ با اساس شما کدام قوانین مسئولین امارت اسلامی افغانستان را سالها در اونجا نگاه کردیم؟ جرم اینها چی بود؟ الله متعال می فرماید که و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. انتقام آنها صرف مؤمن بودن اینها بود، صرف آزادی خواهی اینها بود. اینها میگفتند که ما در وطن خود آزادی میخواهیم، موجودیت شما را در وطن خود نمیخواهیم، در وطن خود ما نظام اسلامی میخواهیم. و هزاران فاتحین این وطن در بگرام، در پلوچرخی سالها را سپری نمودند. در مابین شما کسانی است که 10 سال، 15 سال یا بیشتر یا کمتر از آن را در پلوچرخی و بگرام سپری نبوده است.
این آزادی را ما مفت به دست نآوردیم. به دادن سرها، به دادن جوانای خود به دست آوردیم. مجاهدین و نیروهای فاتح و قهرمان امارت اسلامی افغانستان در آن زمان اشغالگران هیچ افعال سوئی که نبود در اینجا انجام نداده باشند. مقدسات ما را توهین کردند، قرآن کریم را در بیت الخلاها انداختند، در مراسم عروسی بمبارد کردند، زراعت ما را از بین بردند، زیربناهای ما را از بین بردند، مدارس ما را بمبارد کردند. در قندوز حافظای قرآن که همه معصوم و اطفال بودند بیرحمانه به شهادت رساندند. قریه ها را بمبارد کردند، مادر بم را در این وطن استعمال کردند. و هزاران خواهران ما، شوهرهای جوان خود را به خاطر حاکمیت نظام اسلامی و به خاطر آزادی وطن از دست دادند تا به امروز در حالت بیوگی به سر میبرند. مادران فرزندان خود از دست دادند. این قربانی صرف به خاطر حاکمیت نظام اسلامی و به خاطر آزادی وطن از لوث اشغالگران بود. شما مجاهدین و نیروهای فاتح امارت اسلامی افغانستان مکلفیت دارین که دیگر از مقدسات نظام اسلامی باید دفاع بکنین. از آبرو و حیثیت هر باشنده افغان حمایت بکنین، دفاع بکنین. از ناموس هر فرد افغان شما دفاع بکنین. الحمدلله امروز امارت اسلامی افغانستان در تشکیلات خود بیشتر از 400,000 نیروی امنیتی دارد. در چوکات وزارت دفاع ملی، در چوکات وزارت محترم داخله و در چوکات ریاست عمومی استخبارات. انشاءالله نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان حافظ همه احکام نظام اسلامی، آبرو و حیثیت این وطن، دفاع کننده وجب خاک این وطن است. بعد از حاکمیت نظام اسلامی همچنانی که بزرگواران فرمودند، امروز الحمدلله افغانستان 100% یک کشور مستقل و آزاد است. در وقت اشغالگران 70% بودجه حکومت از طرف اشغالگران تمویل می شد. بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان همه تشکیلات حکومتی از سر نو تجدید نظر شد و امروز الحمدلله بیشتر از 1,000,000 پرسنل حکومت همه از عواید داخلی تمویل می شود. یک افغانی هم از کشورهای بیرونی در اینجا نمی آید. و الحمدلله اون معتادینی که به واسطه موجودیت اشغالگران در کوچه ها، سرک ها، در پارک ها افتیده بودند، همه جمع‌آوری شدند. امروز الحمدلله همه از اونها تداوی می شوند. کسب و کار برای آنها یاد داده می شود. در آینده انشاءالله اونها به حیث یک عضو سالم جامعه ما در خانه های خود برمیگردند. و الحمدلله سوالگرا از کوچه ها جمع آوری شدند
برای کسایی که محتاج بودند کفالت تعیین شد. برای کسایی که حرفه‌ای بودند آنها تنبیه و بایومتریک شدند. و پروژه های انکشافی الحمدلله شروع شد. به خانواده شهدا، به بیوه های شهدا، به یتیم های شهدا و حتی کسایی که در برابر مجاهدین کشته شدند، به بیوه های آنها، به یتیم های آنها هم از طرف نظام اسلامی، از طرف امارت اسلامی کفالت تعیین شد. ما به حیث حکومت اسلامی را مسئولیت خود می‌دانیم که کفالت همه بیوه ها باید صورت بگیرد، کفالت همه یتیم ها صورت بگیرد. وزارت محترم شهدا و معلولین شب روز مصروف این کار است که برای آنها حقوق آنها ماهوار یا روزوار برای آنها برسد. مجاهدین فاتح و دلیر و قهرمان افغانستان، دیگر وقت چاف زدنها به سر خانه های افغانها گذشته است. آزار و اذیت افغانها ختم شده است. دیگر شما قانون اسلامی را به خاطر تنفیذ قانون اسلامی، به خاطر مرهم گذاشتن در زخمه های افغانهایی که سالها رنج دیدند، به خاطر دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان مکلفیت داریم. همچنانی که جناب مولا صاحب عبدالکبیر فرمودند، امارت اسلامی افغانستان بسیار یک پالیسی خوب و قابل قبول را در پیش گرفته است. ما با همه همسایه های خود روابط حسنه می‌خواهیم، با همه کشورهای دنیا، با همه کشورهای منطقه روابط حسنه و خوب می‌خواهیم. البته این به این معنا نیست که دیگران در اینجا در امورات داخلی ما مداخله بکنند، ما هیچ کاری نکنیم. نه، بر اساس احترام متقابل، بر اساس تعامل متقابل ما با اونها روابط حسنه میخواهیم. ما نمیخواهیم در امورات داخلی هیچ یکی از کشورها مداخله کنیم. البته احترام و روابط از دو جانب می باشد. اگر کسی مداخله کند در او صورت ما این حقوق خود می دانیم که بالمثل جواب بدیم. انشاءالله ملت غیور و دلیر افغانستان همیشه در برابر اشغالگران جواب قاطع و آهنین دادند و در آینده هم ما با همه روابط خوب می‌خواهیم. اگر خدا ناخواست اگر کسی در سرزمین ما دست دراز کند، در آن صورت انشاءالله نیروهای قهرمان و دلیر امنیتی امارت اسلامی افغانستان و ملت غیور افغانستان انشاءالله از وجب خاک این وطن دفاع خواهد کرد. و بزرگواران زیاد هستند. از توجهتان تشکر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.